جهنم های روی زمین، جایی که ورود بلیت یک طرفه به جهنمه. آیا فکر میکنی زندان یعنی جایی برای اصلاح مجرم ها؟ باید بهت بگم جاهایی تو این دنیا هست که زندان فقط یه اسم براشون، جاهایی که وقتی بهشون فکر میکنی نفس رو تو سینه حبس میکنه. اگه دلشو نداری نبین، چون این ویدیو قرار نیست هیچ وقت از ذهنت پاک بشه. در این ویدیو 4 تا از وحشتناکترین زندانهای دنیا رو بهتون معرفی میکنم که 4می جزیره شیطان یعنی ته دنیا، قفس سنگی، آلکاتراز. یه جزیره وسط آبهای سرد و وحشی که فرار از اون غیر ممکنه. حتی اگه از سلولهای تنگ و تاریک این قفس سنگی فرار کنی، باید با آبهای سرد و کوسه های گرسنه دست و پنجه نرم کنی. جایی که سالانه حدود 200 زندانی خوراک کوسه های این جزیره میشه. زندانی که توی شبای تاریکش از دل دیوارهای سرد صدای ناله روح زندانیایی میاد که هرگز نتونستن از این جهنم فرار کنن. قلب تاریکی، لاسابانتا، زندانی در هندوراس که از هر گوشه اون بوی مرگ میاد. زنده موندن توی این زندان به معنای واقعی کلمه معجزه است. زندانی که توی اون انسانیت برای همیشه مرده. این زندان به حدی خطرناکه که حتی نگهبانهای زندان هم جرأت رفتن به بعضی از بخشای اونو ندارن. توی این زندان خود زندانیا حکم صادر میکنن و روزی نیست که به خاطر دعوا جنازه روی زمین نیفته. جایی که خود زندانی ها تصمیم میگیرن کی زنده بمونه و کی باید بمیره. جایی که زندگی هیچ ارزشی نداره و مرگ تنها راه فرار از زندانه. زندان بعدی زندانی پر از تجاوز و خشونته. اما قبل از پرداختن به این زندان لطفاً ویدیو رو لایک کنید. شهر بدون قانون، کانسیونر برزیل، جایی که حتی قانون هم جرأت ورود بهشون نداره. بکش تا زنده بمونی، تنها راه زنده موندن در زندان کانسیونر. زندانی ها برای بقا به گروه های مختلف تقسیم میشن و جنگ های بی پایان بین این گروه ها روزانه تعداد زیادی قربانی میگیره. بوی خون و ترس توی گوشه گوشه این زندان جریان داره. توی این زندان قتل و تجاوز و خشونت توی هر لحظه اتفاق میفته و نگهبان ها نه جرأت و نه قدرت کنترل این اتفاقات رو ندارن. اینجا زنده موندن خودش یه کابوسه. اگه فکر میکنی این یه داستان ترسناکه، باید بگم نه، اینجاها واقعا وجود داره. اگه تو الان شگفت زده شدی، صبر کن، تازه شروع ماجراست. همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو فعال کن تا مطمئن بشی هیچ وقت این داستانهای ترسناک رو از دست نمیدی. جزیره شیطان، تبعید به مرگ. بریم سراغ زندانی که از اسمش هم معلومه چجور جهنمیه. جزیره شیطان در گویان فرانسه. این جزیره دور افتاده جایی بود که دولت فرانسه وحشی ترین زندانیاشو به اینجا میفرستاد. اما واقعیت اینه که این جزیره چیزی فراتر از یک زندان بود. اینجا یه حکم اعدام تدریجی بود. زندانی هایی که به این جزیره فرستاده می شدن عملاً از دنیا بریده می شدن. نه تنها باید با دریای طوفانی و کوسه های خشمگین، بلکه باید با طبیعت وحشی و جنگل های انبوه و پر از حیوانات وحشی هم دست و پنجه نرم می کردن. توی این جزیره خیلی از زندانیات تنها و به وحشتناکترین شکل ممکن مردن و حتی جنازه خیلی هاشون هم پیدا نمی شد. میگن هنوزم توی شبای تاریک صدای روح زندانیایی که توی این جزیره شیطانی جونشون رو از دست دادن از میان درختای انبوه به گوش میرسه. دوست دارم نظرتون رو توی کامنت ها در مورد این زندانهای وحشتناک بدونم. اگه به این نوع ویدیوها علاقه دارین، ویدیو زندانهای لاکچری و جنایات چنگیزخان مغول رو توی کانال از دست ندید.